سلام، با اولین نشست از نشست‌های تخصصی محتوازیست در خدمتتون هستیم تا درباره ادبیات، زبان، کپی رایتینگ، دنیای نوشتن و تبلیغات بیشتر صحبت کنیم. ما چرا نمیتونیم با ادبیات یا خوب ارتباط بگیریم خیلی وقتا؟ اینو باید چیکارش کنیم که حالا بتونیم ازش بیایم توی تبلیغاتمون که زبان روزه و زبان سرعته استفاده کنیم. 3 بار یک متن رو می‌نویسم. یک بار به زبانی می‌نویسم که برای اصطلاحاتیه که کسانی شبیه خودم اصطلاحاتو میشناسن، در واقع اونجوری حرف میزنیم. بار دوم یک درجه میارمش پایین و بار سوم واقعا از هوش مصنوعی کمک میگیرم. یعنی نوشتمو میدم به هوش مصنوعی و ازش میخوام که اینو به زبان نسل زد برای من ترجمه بکنه. مثلا یه بار یه چیزی نوشته بودم توش این سفر و حذر بود. قشنگ هوش مصنوعی گفت اینو نسل زد نمیفهمه، نمیتونه که باش ارتباط برقرار کنه. حذر رو با چه زی اصلا؟ آره تغییرش بده. یعنی کپی رایتر از چی اینجا استفاده میکنه؟ به تعبیر سوال شما از ادبیات استفاده میکنه یا از زبان؟ معلومه که از زبان. ادبیات گامی است پس از زبان. کپی رایتر خیلی به نظر من واضحه که بیشتر به زبان نیاز داره، اما فنون زبانی حتما در بهترین شکلش داره تو ادبیات رخ میده. یا مثلا میگیم ایده نداره، خب ایده از کجا باید بیاری یا چجوری باید اجرا کنی؟ خروجیش میشه همون تکنیکا، میشه همون به اصطلاح آرایه ها. منتها لابد شکافی به قول شما هست، یه دافعی هست، ناهمزبان بودنه دیگه. شما خودت الان داری به هوش مصنوعی میگی به من بگو چجوری با این حرف بزنم. غیر از اینکه با اونا زیاد حرف میزنم کسانی که در حوزه زبان ادبیات فارسی تو فضای دانشگاه هستن، خیلی زیادم با فردوسی حرف میزنن، خیلی زیادم با سعدی حرف میزنن، خیلی زیادم با حافظ. خب آدم دیگه معلومه کلامش بالاخره طعم هم نشینانش رو میگیره. زبان خیش داره. آره همون فرما رو بیاریم مثلا تو فضای زبانی.